آنجا که میدان نبرد به چالشی فراتر از تاکتیک‌های کلاسیک بدل می‌شود، یگان‌های توپخانه و موشکی آسمان را به شعله‌های رعد بدل می‌کنند و هر تهدیدی را پیش از رسیدن به مرزهای ایران نابود می‌سازند. یگان‌های مهندسی و ترابری موانع را از پیش رو برمی‌دارند و مسیرهای جدیدی برای پیروزی می‌سازند. فرماندگان زرهی چون دیواره‌ای پولادین در خط مقدم نبرد پیش می‌تازند. جنگ الکترونیک دشمن را در میدان نامرئی اطلاعات به زانو در می‌آورد. این رزمایش تنها نمایش قدرت نیست، بلکه بیانیه‌ای است از عزم و اراده نیروهایی که برای امنیت این سرزمین از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. ماندیم تا پاینده باشیم در سایه اسلام و قرآن. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران